مشاوران ترامپ هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران مشروع است. به گزارش وال استریت جورنال، مشاوران ارشد دونالد ترامپ به او توصیه کردند که حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها می‌تواند به عنوان یک گزینه نظامی مشروع در نظر گرفته شود. بر اساس این گزارش، این مشاوران معتقدند که هدف قرار دادن چنین زیرساخت‌هایی می‌تواند توانایی ایران در حوزه‌های موشکی و هسته‌ای را به شدت تضعیف کند. ترامپ نیز این رویکرد را پذیرفته و در اظهارات اخیر خود هشدار داده است که در صورت عدم تغییر رفتار تهران، حملات گسترده‌تری انجام خواهد شد. در همین چارچوب، ایالات متحده پیشتر یک پل مهم در نزدیکی تهران را هدف قرار داده است. مقام‌های آمریکایی گفتند که این پل می‌توانست برای انتقال تجهیزات نظامی از جمله موشک و پهپاد مورد استفاده قرار گیرد. با این حال این رویکرد با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. کارشناسان حقوقی و نهادهای حقوق بشری هشدار دادند که هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی ممکن است پیامدهای انسانی گسترده‌ای داشته باشد و حتی نقض قوانین بین‌المللی تلقی شود. در سطح منطقه‌ای نیز نگرانی‌هایی مطرح شده است. برخی متحدان آمریکا بیم دارند که چنین حملاتی به واکنش متقابل ایران علیه زیرساخت‌های انرژی در منطقه منجر شود و دامنه درگیری را گسترش دهد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده همچنان رو به افزایش است و تهدیدها و اقدامات متقابل خطر گسترش درگیری در خاورمیانه را بیش از پیش افزایش داده است.